بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا دستگاه گلابگیری رسید و اولین گلاب رو اگه خدا بخواد شروع کردیم به گرفتن. که این دیگه شکل یه گازه، گلا رو ریختیم تو دیگ و آبم ریختیم روشا گذاشتیم، پیش اومده و داره تقطیر میشه. از اینجا به وسیله میله میاد توی این دستگاه تقطیر، دستگاه خنک کننده، این دستگاه تقطیر. و الان هم که فنش روشنه، فنش هم تند و کند میشه. از این ور وارد میشه بخار با این دستگاه خنک کننده که به وسیله فنه این صورت شروع کردیم به گرفتن گلاب که الان تا حالا اینقدر گلاب گرفت. انشالله که عاقبت به خیری بیاره برامون.